keyfe. اما کشکی آمود دو فردا ساله چی میگی؟ رفت دار. بتوش خان چه راست میخوام راست بشه. سلام. تلفن رو واسه صادر سنیدی. سلام خدمت بینندگان عزیز. یالا سلام هستی خانم. خوبید؟ چه خبر؟ چرا انقدر ناراحتی؟ سزادن آقا سزاد امیر. نه سکنم. چند روز چند وقت آقا سزاد خیلی ناراحتم. چه زندان سی خاطر ما. و طرفم دیروز شمیر اومدی مجبور بگم بعدی اصلا دوشوی تالا نه خوددارم نه این بر میتونم دلستان سب کنم درمان نه چاشتون بله. چرا بهش گفتی بله دیگه خودت میدونی آقا امیر دست بردار نیسته. همش هم میاد دیگه. حالا بهونه‌ای داشت برای خانمش دیگه اصلا دیگه حرفی میاد کنه تو. زایان یه بیچه ما هر خش شوچت گفتن شوچتی گفتو رضا تزاد بیا و سرا و امیر میگوسی که آسیا بله و هم نیگونی که باید الوسی کنم و فلانه و اتیال منی ترام باشه الوسی کنم من رضایان نیام چی بیا و سرا سزاد من مجبور بگم بله فقط به خاطر چه به مرزی که سزاد آزاد و بزنم ز حرفم حتی اون موقع قبولی کنه وانده هیچ وقت قبول نکنه لا نه کنه واسه من درد سری چه خو من درست شده مثل خو نه کنه من استندونی کاری خم نادونی خم یا چه گستری که چه نارم حالا نباید بله میگفتی ولی خب من مشکل حل میشد ولی بله نباید میگفتی. مشکل حل میوبی ببین اما قاسم گفتم رفتی سر سزاد زی گو نه وقت نچردم نرفتم سلمانم سکاره بعدش هم شویتم خومه رو وسیله لخش امیرات نصرا نانا تحت فشار سزا سی خاطر تو زندان سزا فلان سزا ما کریم زندان بازداشت واسه و وقتی حرف لیزنن یعنی چه یعنی مثلا به خاطر من محکومه من آقا باشه من قبول کنم تمام سزا آزاد بود درد سرل بخواستن این روستا با امی دعوا نکنن مردم محل نیام برزنه فقط سی خاطر چه خیم باسی بیوید زایرانش الان یعنی چه تا مساداتی که فقط آزاد و بود فقط سی خاطر من رفت زندان تا واسه خودم بزرگ بررسی کنه هر چند بود اشکال فقط سزاد آزاد و بود حالا انشالله هیچ مشکلی پیش نمیاد مشکل کاملا حل میشن. انشالله خدا خیرت
سر تعملی با زیاد ناراحت نباش انشالله مشکل حل میشه. آسیه خان آقا امیر اومد به نظرم. فرما سیاسی داری؟ سلامت من خوبی؟ خب چه خوبی؟ سلامت صدر دست صدر سفید. لازم تو باید کنیش. زده آلوده نکیه رو خواست؟ نه فعلا. فعلا صدا. دست رضا نیست زاد بیا سهر امیر چی؟ صدا فعلا دست سر رو سم میکنیم؟ سیسی صرف کنی خوش. صدر پسر را بشی. صدر پسر را بشی. چه ربطی داره؟ داد. باید آقا خب من آقا دام به نگاه تو داستفی به میخوام راستم بگیرم سفا مکتی دمیلی مردم اما فکر کنی آمود دو فرده ساله چی تو میگیری؟ رفت دار. بتویش خواهم چه راست میخوام چه راست بشی. برو بشی. مدار بزنم بیا خب. صدا دا آزاد نکی آزاد چی کنیم؟ بابا چه آزاد چیه؟ باید چایی راست کنم بیارم. چه صحبت کن. یکی پس نرفت دین میرد میرم آزاده. ها؟ کاری نکن. کارت میره من نگو آزاد. با مقاسم نوم؟ مقاسم بیا. چرا مقاسم داری؟ مقاسم بیا. از خودت ست من قول نکردی من نگفتی بله. خب تو ست چیتونه بق کردی. میخوام امیران گفتم تو این جواب بعدی فقط سی درد سرج لنچه فکر کنی روزدار قلبیش داشته اون اصلا میخوامش بعد گفتم من دوش و امیر گفتم گو این جواب بعدی فقط سی چت آقا این رضایت بره با این درد سرل بخوصن انجا هیچ این میوشنارم علاقه میوشنارم سمیر کن سمیر کن این لالش اینه چه دوست بچه اوشا شونه از این گلمی شما شیفت نده حالا دوباره پس ناراحتی؟ اما بله ودام میگم بله ود نرام خب ولی دلیل میبود که مثلا برای مثل این یه زمان گل بیاروسی ما چی بیاروسی ما من بهت گفتم بله فقط سی خاطر شرایط چرده اون یه زرقالی که نیست از آده بسی زندان سی خاطر اما قاسم من ایده لازم من رضا تای قلبان تنه میخوان رو دو شد گفتم امی وقتی گفتم بله ولی بدو چیز وقت من تنه دوست نارو بعد گفتم دوش
گفتی ولی خواهد هر بیم مثلا چنین خود فعلا تو که قرار دیگه که مثلا با ما خون بود یا ما هم روز دونتر گفتیم خب یه حتما در قراری تو چی کنیم حالا که در دوباره پوزه کنی یه بار یا اصلا ناراحتی چخنی بود دست گرفتی برم واسه انگاری داره داره؟ نه واسه انگاری هم تا امیر خیلی خوشحال خوشحال گفتی چه؟ خوشحالی نه صبحیه از صبح زید تا حالایه که مای بالا اصلا نانو فقط یه ساله آسیه فقط آسیه چی؟ آسیه چی آسیه این دفعه فکر بکن چقدر حالا سیتیشان رفتیم من بازداشتگاه دنبال سزاد تو چه کار صدا داری؟ من خود میدونیم با صدا چه آزاره دارم من صدا خود میدونم چه آزاره نه آزاری کنی حالا تو به کاری که چه مثلا دارم به زیرت خوب و زندگی رو برای کنی این که نیستی خطور که ما هم دونسته بودیم تناتر دفتتون تناتر یه سیرشون برید تو من لازم ایتینا دست دانک میخوام یه کاری کنم بخور نمیتونم مقاسم ته و جین موقع لازم چه برسیم سلا زندگی یعنی اقاته اقا دوماده دلم میخواد این تعریف کن چه صبح تلایتی که خب حالا ما همشون به چند مثلا دوشون که آسیه مثلا دارم به زیرت یه صحبتام و حرفمون در نظرمون یه باره هم پوزه یه باله مثلا جای خوشحال نیست واقعا فکر چی متیگم بعد خوشحالم که دوشم تو بله بله گفتی بله تو خود ریشت سفیده الان چند سال دیگه نونی مو فقط این چند وقت زن من تلیگون شیان میکنم یه دفعه بعد گفتم خواه شیاد کنم همش به خاطر آقای لگو مثلا سی رضایت سزاد یاسی همین حویج مردم چه سزا داری الان تو چه سزاد سی خاطر مرا زنده خب تو کار تا هر دم نگو سزا داد آقا خب خیلی با سزا. امیر عروسی کنی کار داد سزاد ها و من دیشان تو گفتی تا شی امینه کنی رضا یه مرد گفت خود هم گفت خود تا تو باید بی خب هر خب تو چه سزا داری دقیقه بلگو آقا سزا سزاد نه مثل خاطر مقاسم این ایده چه اقاسی خاطر خون چیشن نام بدبختم گفتم آقا. بله قبوله خدا قبول من نگفتی قبول. بخاطر آقا بخاطر سزا داد خب من نخواهی قبول کنی خدا قبول کردی دست تا یه پوز داد اما قبول چرا آقا البته آقا دوستش نه الان فقط گفتم بعد چه شکلمش همون دوش اول گفتم من میخوام فقط یکم بعد سی خاطر این مشکلات چه و نام چه چنده به بعد به اسباب زیت حالا ولی سای انتبابیه چه بود من اینترنت چیزی تا امیر الان تنه خواهد تا امیره درسته؟ نه دی ما چند روز خیلی این که مثلا این عروسی نبودیم در پیش عروسی میخوام عروسی ما میخوای بریم عروسی جپوبی عروسی که کنی در حد آقا عروسی همین آقا چه هم میخوام آخرم تا او قدر که پیش بره همین رای مزه اصلا من میرم عروسی چی و آقا میده میخوام روی میسو او معذرت کنی ما همین دم من تو خود معذرت من تو خود معذرت از آقا نیوری معذرت این عقد تو نه باد بزنی زرش آفه بینید گفتی؟ من خیلی میترم اینش کنم میترم عروسی کنم چه؟ میبانه عروسی کنم را همین نه سال خانه داره خب ما هستی همینیم تو چه کار داری؟ با اول باز زشت اصلا سی خواست زشته منم میده زشته باز سال خانه شده بچه بهینم شیره چه آقا من طوری که مثلا سایر سالچه ندی عروسی کنی؟ طوری نیست زشته ریشه سفید نه اصلا زشت زشت نیست زشته آیا بری موسی من گفتن امیر جفتر ده امیر جفتری مانه امیر چخوا اینه نه جفتر نمخواه
داخل سیمی جاستری کار ناتوانی کنی. اون نشد که فقط الان به جای بلیتی باید بده. چه بخواد دمتشی؟ چه میخوام تا با الان توی این صبح خانه رفتم بعد خود توی اونا سر زور یعنی اختلاف راست چه؟ خدا چه بخواد دمتشی میکنی؟ دمتشی که تمام ایده صفت کن آسیه گیت آسیه. تمام اون خاطر یه خیلی وسیله بسونه که مگفتم آسیه خود کنی. عشان خواست وسیله خود کنی. چه رأسا نستفاده از دیگر عروسی که این خونه زندگی تو رأس خود راحت. دلی خواهی هی بریک چی کنی؟ ای خدا. این چونه پتی کرای چه؟ ها؟ این پتی کرای چه دی؟ چرا کنی مطلع اونجا بیش مثلا میکنی چرا میکنی؟ معنی بخوان اونو اق کنم عروسی کنم فلان کنم پتی کرای چه؟ الان مثلا آسیا. دونسته بود چه؟ تو چه کار تو داری چی چرا که نیست که مخام تو دمت مخام تو دمت ها مخام تو دمت تو ما نیدم توشانه؟ ها برای زاید بالا زندگی کنم خم بالا میتونم بالا شما دمت زندگی من بخوام با امی عروسی کنم باز بیام مثلا تله زنده کنم بالا زنده کنم؟ آه نه میخوام دلی نخوایی؟ نه هم نخوایی پس آدم ولی تا تمین خیلی خوابی تا ما زندگی تا امیر خواب تا ما من هم معتقد دمت زندگی سکنه؟ خب تیما زندگی کنی دومن تیما زندگی ما بالا اینجا دومنی عروسی که این بگه دومن نونه خود سی خود زندگی خود دادن من میخوام دومنی خود یعنی چه؟ به دست خود ده بچه چطور دست خون نیزه فهمه من همین کلای بدبخت زندگی کنم هیچ زاچینی رو همین این روستا کلن جشتا کسی ازاره نیایش از سرادر نخواستن اونم بینه نخواستن اجا ایری رفت تا ایری نیویستان الان گوی ایری چلاو از گفتم ها مثلا بعد قوچی رو میخوای روسی کنی باز برای مونه سزاد ها؟ توی نیست دو جمعه موره نه خود دو جا تا مرو مری کوری میخوای یه دونه بمت جمعه مونه حالا شاید چند روز خوب باش ولی الان نه میخواد چند وقت فرصتی خوام چند روز دو طرف با غذای چنار بیام قبول کنی؟ آقا با غذای چنار باید چند بار بیام چند بهتری رو بشناسم آسیه گاهی چی که؟ خیلی فرصت خام چند ما فرصت الان خوام یک ماه ما بیشتر همه هرین فرصت چی خیلی چه فرصتی خیلی من سنی که خیلی فکر کنی چه فکری داری این چند وقتی که ایشانی میرین همه سر دعوا و زنج و این سیله چه مقایشون شاقایشون سیل ناراحتی بی چند وقتی فرصت خوام چیزان قشنگ امیر بشناسم بخوام چندی فرصت خوام یه چند روز بیاد در 15 روز یه حدود یه ماه میش بگرد لانی ما همین صبح پس و عروسی نکاملی بیاد نه آبو امیر متن میخوام با زندگی کنم بله بعد میخوام با زندگی کنم من الان نمیتونم با عروسی کنم باید چند وقت فرصت بیام تا میتونم قشنگ فکر کنم یه مایلی میه بریم بیم تا تو یه بلیتی از دوباره بگویی چرا؟ تا تو فکر کنی چه فکر داری آقا چند فرصت خود تا بهتر بشناسمش نخوام باید آشنا بخوام باش خوب بود پیلی آقا چند فرصت خواهم تا بهتر بشناسمش مثل عروسی جلوفتی انجلوس قبولی کنی؟ حالا اگر راست بگوی طوری نشه ولی اگر بخوای دروغ بگوی نه خب باشه اتایت این دقیقه فکر بکنم دقیقه داخل یه کار دارم ابرای کلو خیلی علاقه داری به آسیه داشته بوی مش خیلی عشق بشی ورزی به چاره نیست مثلا در زینه چه کشته و بی و اینو بی ده شوبی در وجهش میاد به هر دار نه تو خیلی عاشق شو بیه نه؟ عاشق نه شو عاشقم نه عاشق من نو
نمیکنمش مثلا، ولی به خاطر که زن مثلا کشته باید بفهمش. نه ما خواندونم خیلی عاشق شدیم خواندونم ما خوب کاری کنیم ما چیزی عاشقی خیلی خوب آدم عشق و هم برس مثلا قبولی که نه قبول چیزی که نه ما قبولی که نویرش گفت نه که تا 15 رو تا سر ولیش کن 20 روز بیشتر طول میکشه 6 تا بازه ولی 20 روز خب خدا برسیم بره بیبون ها عمره تو من الان یه ما این اتفاق افتاد بین من برس ما بازم یه از تاتا خشمه تاتا گله بگوان میده ازم خدا برداشتش دست درک خشمه هاي عزيزة فال منه آی با سکنم خدا سکنم کتن بونو برنجی هیچ زنه نارو کتن رم خدا بسر تنفرون به وقت تصادر سنیده چقدر تحملشو چرا تا فقط برایتی نگاه چرا جواب بله دادی؟ نباید میگفتی اصلا نمیخواستی هیچی بگفتی همینجا ادامه بده تا میابی خیلی پافشاری کردن تزاد دوره به زندانه او رو یه بریان تپسیمونه اما قاسته میگه زور تا خدمت کاره نیرد زینه نکشته بابرا خیلی مسته کشی کنه من خیلی تحت فشار ترسیم اون ازاد سکنم